سرزمین ما اعتیاد بیدار داره. بچه‌های جوان بیشتر از 2 یا 3 سال عمر نمی‌کنن برای اینکه با مخدرهای شیمیایی طرف هستن. هروئین و تریاک دیگه پادشاه و متاسفانه آمار اینجا رو کانادا رو نمی‌دونم. 75% مدارس لس آنجلس رو که تا جایی که می‌دونم آلوده هستن. بچه‌ها بهترین خریدارهای مواد مخدر هستن. این هشدار رو من به پدر مادرها میدم و اگر خدایی نکرده اتفاقی برای بچه‌شون افتاد مطمئن باشن خودشون نمیتونن کاری کنن. بدتر بچه رو سوق میدن به طرف اعتیاد. کمک بگیرن از کسانی که روانشناسا، از برنامه‌های 12 قدم تا همین شهر هم زیاد هستش. بیماری جهانی است در واقع و امیدوارم خداوند یک رحمتی به انسان بکنه، مخصوصا بچه‌های سرزمینمون که ارزان‌ترین چیز در اونجا جون انسان، بعدش مواد مخدر. به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم، آسمون ها زیر پامه اگه با تو رو زمینم. به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی، به خیالم که تو با دیگه از من جز من هنوزم نگرانم که تو حرفامو نداری. این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی. تکیه‌مون به باده بد و خوب زندگی، منو دست گریه داده. ای عزیزه هم قبیله با تو قسم ترینم، آب مردای دوباره با تو قسم ترینم. نگرانم که تو حرفامو نداری. این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی. بعد خوبمون یکی دست تو دست من بود، خواهش هر
میخوام یادم بمونه